بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان این ویدیو. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چگونه محدودیت روبیکای خودمون رو درست کنیم. برای این کار وارد روبیکا میشویم و در بخش پیام رسان روی تنظیمات گوشی صفحه سمت راست کلیک میکنیم. وقتی که کلیک کردیم در بخش پیام رسان وارد حریم خصوصی و امنیت میشویم. در بخش حریم خصوصی و امنیت در بخش حذف حساب کاربری روی حذف حساب کاربری خودمون کلیک میکنیم. وقتی که کلیک کردیم این پیام براتون میاد: مطمئنی میخوای اکانتت رو حذف کنی؟ شما باید بزنید تایید. وقتی که تایید رو زدید برای شما پس از 3 ثانیه پیام ارسال میشه. روی اون پیام کلیک میکنید، میره داخل یه لینک. توی اون لینک باید علت حذف حساب کاربریتون رو بزنید. شما میزنید محدودیت. وقتی که این رو نوشتید حساب کاربری روبیکاتون حذف میشه. پس از این کار دوباره وارد روبیکا شوید. پس از وارد کردن شماره داخل روبیکا بروید. بعد از این کار شما میبینید که میتوانید پیام دهید یا در کانال های زیاد عضو شوید. اگر از ویدیو خوشت اومد کانال رو فالو کن و ویدیو رو لایک کن. ممنون از تماشای شما. یا علی مدد.